ассалому алайкум, шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 48. хушбахтона дастрас шудани катибаи сурхкӯтал ки дар он аз таъмир гардидани маъбади оташи хонадони кӯшониён сухан меравад, нахустин бор пайрави дини буддоӣ будани кӯшоншоҳонро зери шубҳа гузошт. аз харобаҳои маъбади сурхкӯтал 3 оташкадаи муқаддас пайдо шуд ки آنها از خصوصی به آیین آتشپرستی اعتقاد داشتنی خاندان کوشانیان دلالت می کردند. از متن کتیبه سرخکوتل چنان ذکر شد برمی آید که در سال 31 حکمرانی شاهنشاه کنیشکای مظفر والی ناقنزاق که شخصی محبوب و دوستی نزدیکی پادشاه بود، معبد را دیوار کشید، چاه کند، آب برآورد تا باشندگان معبد به آب محتاج نشوند. در کتیبه رباطک نیز از بنیاد معبد خاندان کوشانیان سخن می رود که با فرمان شاهنشاه کنیشکای کبیر آن را شافر نوکنزوک ناقنزاق به انجام رسانده است. توجه نمایید به متن کتیبه رباطک. پادشاه کنیشکا به شافر نوکنزوک فرمان می دهد که معبد با نام بغان در همواری که حرفهای دیگر خراب شدند برای خدایان بغان بسازد و در آن هیکلان خدازنها امه در جای اول، خدای آرموز آفرنده خوشیها، سروشرد، نرسه، مهر، مهشام و وینک تراشیده گذاشته شوند. و باز فرمان داد که هیکلان شاهان زیرین، شاه کجوله کدفیز بابا کلانش، شاه ویمه تکت بابایش، شاه ویمه کدفیز پدرش و خودش کنیشک را تیار کرده در عبادتگاه گذارند. بگذار خدایان ذکر شده شاهنشاه کنیشک را مددرسان باشند. در کتیبه رباطک همه خدایانی که نامبر شده اند، ننه، امه، آرموز، سروشرد، نرسه، مهر، مهشان، وینک، موریدی پرستیش و بزرگداشت آریایی های شرقی از جمله آریایی های کوچمنچی تورانی قرار داشته به دین سنتی آنها رفته می رسید. کتیبه رباطک شهادت می دهد که آریایی های تورانی از جمله کوشانیان اعتقاد دینی بسیار خدایی سابقه اشان را نگاه داشته به آیین یکتا پرستی زردوشت پیروی نکردند و رسمی در معبد آتش گذاشتنی هیکل خدایان و فرشته های اوستایی آیینی مزدیسنا از جمله هرموز، مهر، ماه، آتش، باد، امشسپندان، مزداون، آخشا خدای آب و دریاها، اناهی تا ننه و شاهان که مرتبه خدایی داشتند برایشان از آیینی سابقه بسیار خدایی تورانیان مانده است. بیهوده نیست که مؤلف کتاب ریلیگیا دریونا و ساگده یعقوبوف
در اساس معلومات حفریات‌های باستانشناسی به خلاصه آمده است که اعتقاد دینی مردمی باختر، سوخت و خوارزم خصوصیت‌های خاص خود را داشته از اعتقاد مزداپرستی ساسانیان با آن فرق می کرد که غیر از معبدهای بزرگ داشته آتش، ورخران، فرنبخ، مهربرزین باز معبد خاصه خدایان را داشتند که اندرون آن هیکل‌های محتشم خدایان را می گذاشتند. و در معبد خاصه خدایان اینچنین هیکل شاهان کوشانی گذاشته می شد که آنها نیز مرتبه خدایی را صاحب بوده خدای آدمان در روی زمین به شمار می رفتند. از همین جاست که در کتیبه رباتک پادشاه کنیشک بشافر نکنزوک ناقنزاق فرمان می دهد که در معبد بغان یعنی خدایان برابری گذاشتنی هیکل‌های خدایان باز هیکل‌های بابا کلانش کجولک کدفیز، بابایش ویمه تکت، پدرش ویمه کدفیز و خودش کنیشک را ساخته گذارند. و با همین کتیبه رباتک ثابت نمود که نه تنها زبان آریایی زبان دولتی و گفتگوزاری کوشانیان بلکه اعتقاد دینی آنها نیز از دین و آیین سابقه آریایی های شرقی باختر، سوخت، خوارزم و آریایی های کوچمنچی تورانی سرچشمه گرفته همچون دینی دولتی نفوذ و اعتباری زیاد داشته است. در خاتمه می توان گفت که به دلیل های کوچبندی و پهنشوی آریایی های کوچمنچی تورانی، یویجی ها، خون ها، اوسونی ها و غیره به ماورای ترکستان شرقی تا حدودهای چین، اینچنین به کاسخانه سری اروپاییان و ساکنان آسیای میانه و علل خصوص مردم کناره های دریای آمو شباهت داشتنی طرح اندام آنها باز دلیل های تازه اضافه گردید. کتیبه رباتک با 23 سطر محفوظ مانده اش در علم کوشانشناسی یک انقلاب بزرگ انگیخته به طوری رد نشونده اثبات نمود که کوشانیان خلقیت آریایی نژاد، آریایی زبان و آریایی مذهب بوده به قبیله های بادیه نشین ترک و ترک نژادان یگان مناسبتی ندارد. به این گفته ها باز دلیل های اروپایی صورت بودنی رسم های بالای تنگه های سیرشماری کوشانیان زم می گردد که سکه شناسان شاهان کوشانی بودنی آنها را تصدیق نمودند. همین طریق می توان گفت که فرضیه های دهایانه خانیکف و دیگر عالمان که در نوشت مورخان چینی با هم خیلی قرابت داشتنی یویج، دایویج و تاجیک را ذکر نموده اند، باز تحقیقات های مفصلی زبانشناسان و متنشناسان را تقاضا دارد. ولی به اندیشه ما به هر صورت در اتنوگنیز خلقیت تاجیک شرکت داشتن کوشانیان و قوم آریایی تباری یویجی ها نباید باعث شبهه گردد، زیرا دوره دولتداری کوشانیان یکی از درخشان ترین سلسله دولتداری نیاگان آریایی تاجیکان در آسیای مرکزی بوده. در تشکل تاریخی خلقیت تاجیک و همچون ملتی جداگانه به کمال رسیدنی آن سهمی بغایت بزرگ دارد. هدایت به خواننده به جای آخر سخن.
هنوز در پیشگفتار کتاب یکمی از آریان تا سامانیان در پیش خود یک سلسله سؤالها گذاشته بودیم که ما کیستیم، از کجاییم و در کدام دودمان سبزیده ایم؟ نخست اجدادانمان کیها بودند، از کجا آمدند و در کدام مرز و بوم آشیان داشتند؟ تشکل فرهنگ و تمدن و دولت و دولتداری تاجیکان کی آغاز یافته و از کدام سرچشمه ابتدا می گیرد؟ مقام و حصه تاریخی ملت ما در پیدایش و پیشرفت تمدن مشترکی آریایی نژادها تا کجاست؟ زبان مادری، رسم و آیین اجدادی، میراث تاریخی و فرهنگی و اصول دولتداری ما بنیاد ملی دارد یا از دیگر خلقیت‌های صاحب تمدن به ما گذشته؟ این سؤالها و چندین سؤالهای دیگر که با تقاضای دوران نوین استقلالیت، احیای دولت و دولتداری ملی تاجیکان و بالاروی احساس خودشناسی و وطن پرستی فرزندان بیدار دیل ملت در پیشاروی ما قرار داشتند، در صحیفه های کتاب یکم و دویمی از آریان تا سامانیان مورد تدقیق و ملاحظه‌رانی ها قرار گرفته تا جایی که امکان بود پاسخ یافتند. در این دو کتاب تاریخ تمدن و دولت و دولتداری عهد قدیم نیاگان تاجیکان در تشکل فرهنگ مشترک و دولت و دولتداری خلقیت‌های آریایی نژاد آسیای میانه، شمال افغانستان و ایران باستان مورد آموزش قرار گرفته، سهم تاریخی گذشتگان ما در گسترش تمدن آریایی تا اندازه عیان گردید. واقعاً کتاب یکم از آریان تا سامانیان یک دروازه‌ای بود که ما را به هزار سالهای دور تاریخ هدایت نموده، خواننده را به دوره‌های قدیم سرزمین اجدادی، میراث گرانبهای فرهنگی و نخستین دولت و دولتداری‌های نیاگان تاجیکان در باختر و سوخت قدیم آشنا می ساخت. بابی اولی کتاب از سبقهای تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلالیت پندهای خاطرمان داده، ضرورت آموزش تاریخ پر افتخار، میراث فرهنگی گذشته و تمدن کهن بنیاد و آیین دولت و دولتداری قدیمی تاجیکان را تأکید می سازد. باب دوم به شاهراه لاجورد و آغاز رابطه های تجارتی باختر و سوخت در عهد قدیم بخشیده شده، یکی از بنیادگذاران و هدایتگران شاهراه بزرگ ابریشم بودن نیاگان تاجیکان را انعکاس می نماید. باب سیوم از خزینه امودریا، یادگاری بی قرینه و دردانه بی نظیر آثار تمدن و دولتداری نیاگان ما حکایت نموده، سرزمین اجدادی تاجیکان را چون آثارخانه جاودانه تاریخ به تصویر می گیرد. بابهای چهارم و پنجم از قدیمترین و مکملترین آثار خطی نیاگان ما اوستا معلومات می دهد که نخستین قاموسنامه تمدن و گنجینه بیزوال فرهنگی آریایی های شرقی سرآمدان تاجیکان به شمار می رود و محض زردوشت چون نخستین پیامبری آیین راستین در سرزمین نیاگان تاجیکان کیشی یک خداوندی را پهن نموده، اوستا را از مناجات و آیتهای شفاهی به یک نظام معین در آورده، به شکل
یک کتابی مکمل و مقدسی خطی آورده است. باب ششم و مقام و منزلت اسب و اشتری باختری در گسترش تجارت و کشورکشایی های نیاگان تاجیکان منصوب بوده. باب هفتم به باختر و سوخت نخستین دولت های نیاگان تاجیکان در آریانه شرقی بخشیده شده است. همین طریق باب آخرین کتاب به آغاز دولتداری هخامنشیان و گسترش تمدن آریایی مربوط بوده. ما را تا آستان تمدن مشترک و دولتداری متمرکز آریایی های عهد قدیم برده می رساند. کتاب یکمی از آریان تا سامانیان از لحاظ مضمون و مندرجه دستوری رهنما یا خود سرآغاز تاریخ عهد قدیمی نیاگان تاجیکان بوده. برای کتاب‌های من بعده چون پای دیوار یا زمینه ابتدایی خدمت می کند. اگر صحیح ترگوییم در این کتاب منظره آوان طفلی ملت ما و مقام و منزلت آن در آغاز تمدن مشترک آریایی ها، اینچنین نخستین دولت و دولتداری اجدادی تاجیکان موافق نگارش مورخان شرقی و غربی روی ورق آمده است. کتاب دومی از آریان تا سامانیان کوشش است برای تصویر منظره عمومی تمدن مشترک و دولت و دولتداری آریایی ها از عهد هخامنشیان تا ساسانیان. دوره دولتداری هخامنشیان که ذکر آن در باب دوم آمده است، دوره مرکزیت یابی و در قلمرو یک امپریه بزرگ متحد شدنی دولت‌های خرد و خلقیت‌های پراکنده آریایی نژاد، آریایی زبان و آریایی مذهبی سرزمین آسیا می باشد. در عهد هخامنشیان تمدن آریایی نفوذ و شهرت جهانی یافته. نیاگان تاجیکان به هیئت این دولت همچون یک قوم همریشه، هم زبان، هم مذهب و هم فرهنگ وارد شده. از همان دوره‌های قدیم یک تقدیر مشترک تاریخی را بنیاد گذاشتند. باختر و سوخت قدیم در عهد هخامنشیان نفوذ و اعتباری زیادی داشته. مضافات‌های شرقی امپریه را نظارت و سرپرستی می کرد و یک ضربانی در نبض سیاست شاهنشاهان هخامنشی به شمار می رفت. آریایی های باختر و سوخت و خوارزم و پارت را در هیئت دولت هخامنشیان رابطه های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی باز هم بیشتر متحد ساخته به گسترش تمدن مشترک آریایی مساعدت می کرد. محض در همین دوره راه بزرگ ابریشم اهمیت بین الخلقی پیدا نموده. تاجران سوختی، باختری، خوارزمی و پارتی تا کنارهای بحر میان زمین و قلمرو یونان و ریم می رفتند. تاریخ بشر یاد ندارد که یگان امپریه ابرقدرت جهانی با وجود پهناوری، افزونی لشکر و پیش بردن سیاست بزرگ دولتی تا آخر پایدار مانده باشد. از این جاست که بعد 220 سال موجودیت امپریه هخامنشیان اسکندر مقدونی به قلمرو پارس و سرزمین آسیا لشکر کشیده. آسیای صغیر، مصر، بابل، آسیای میانه و شمال هندوستان را ضبط نمود و به جای دولت ابرقدرت آریایی های پارس
ایمپریای جهانی الینی های یونان زمین را بنیاد گذاشت. ذکری لشکرکشی های اسکندری مقدونی و نفوذ دولتداری و تمدنی الینی در باب سیوم کتاب آمده است که آن از 3 فصل جداگانه ترکیب یافته است. فصل اول از اصطلاح اسکندری مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردمی باختر و سوخت روایت می کند. خلق تاجیک و نیاگان آریایی وی در عهد لشکرکشی های اسکندری مقدونی به ضربه های شدید اجنبیان دچار شده باشد هم آریت اجدادی و هویت وطن پرستی خود را از دست نداد. مبارزه قهرمان خلق تاجیک سپیتامین برای استقلال و آزادی یکی از درخشان ترین صحیفه های تاریخی گذشته ملت ما به شمار می رود. اگر نیاگان باختری و سغدی تاجیکان را به هیئت دولت هخامنشیان عمومیت زبان، مذهب، فرهنگ آریایی و نهایت تقدیر یگانه تاریخی متحد ساخته باشد، در دوره اصطلاح اسکندری مقدونی که والاترین آرمان او گسترش تمدنی الینی و زیر پرچم دولت و دولتداری الینی ها متحد ساختن خلقیت های یونانی و سرزمین شرق بود، تلاش های استقلال خواهی و وطن پرستی نیاگان ما اوج گرفت. بعد وفات اسکندری مقدونی هدفهای بزرگی کشورکشایی و سینتز تمدنی الینی و آریایی را وارثان او سلوکیان ادامه دادند. فصل دوم اجداد تاجیکان در عهد سلوکیان و نفوذ تمدنی الینی به هنگامه دولتداری سلوکیان بخشیده شده. در این دوره با وجود نفوذ الینیزم تأثیر متقابله تمدن آریایی و یونانی را فرا می گیرد. ولی ناگفته نماند که اصطلاح اسکندری مقدونی و وارثان او سلوکیان مدهشترین ضربه تاریخ به ادامه دولت و دولتداری و گسترش تمدن آریایی بود. محض در زمان دولتداری اسکندری مقدونی و سلوکیان تأثیر تمدن الینی و فرهنگ یونانیان به آسیای میانه افزوده، بجای خط باختری و سغدی خط یونانی قبول شده در کارگزاری دولتی و رسالت مأموری جاری می گردد. نفوذ زبان دولتی یونانی نیز در این دوره خیلی بالا رفته، مقام زبانهای محلی باختری، سغدی و پارتی را محدود می سازد. اگر طلوع تمدن الینی در کشوری پهناوری آریایی های پارس، پارت و باختر و سغد از آغاز کشورکشایی های اسکندری مقدونی صورت گرفته باشد، لحظه های غروب آن به دوره های تأسیسیابی دولت یونانی اساسی باختر و دولتداری پارت های اشکانی راست می آید. فصل سیومی بابی ذکر شده به دولت یونانی اساسی باختر و غروب دولتداری و تمدن الینی بخشیده شده است. دولت یونانی اساسی باختر که تقریباً بعد حکمرانی سلوکیان در سرزمین اجدادی نیاگان ما قامت افراخته است، در سلسله دولتداری اجدادی تاجیکان یک دوره نوبتی استقلالیت بوده، بر رشد و نموی تمدن مشترک الینی و آریایی مساعدت نموده است. می توان گفت که دولت یونانی اساسی باختر در طول قریب 120 سال گهواره تمدن مشترک الینی و آریایی بوده، علل خصوص صنعت معماری و شهرسازی
و تصویری و هیکل تراشی یونانیان بر رشته‌های مختلفی صنعت نیاگان تاجیکان تأثیری عمیق رساند. ولی فراموش نباید کرد که با وجود گسترش زبان و خط یونانی، خط آرامی اساسی باختری و سغدی در قلمرو نیاگان تاجیکان وجود داشته برابری خط یونانی عمل می کرد. بیهوده نیست که تا زمانی ما نمونه های خط سغدی، باختری، پارتی، پهلوی و خوارزمی رسیدند که از موجودیت عنعنه رسم الخط محلی آریایی ها گواهی می دهند. بعد تأثیر چشمرسی دولتداری و تمدن ایلینی، هنگام استیلای اسکندر مقدونی و سلیوکیان، باز دوره نوی احیا شوی و کمالات تمدن آریایی فرا می رسد. بسری گهواره تمدن آریایی بعد هخامنشیان باز یک وارث نو، سلاله اشکانیان پارت آمدند که اصل و نسب آنها به آریایی های تورانی منسوب بود. همین طریق بعد بسر قدرت آمدن پارت ها، سلسله دولتداری آریایی از دست آریایی های ایرانی به آریایی های تورانی سکایی گذشته در طول 8 عصر من بعد در آسیای مرکزی نمایندگان خاندان آریایی های تورانی، پارت ها، کوشانیان و هیتاریان دولتداری کردند. آریایی های تورانی در خرابه های تمدن ایلینی تمدن اجدادی آریایی را احیا نموده به تشکل دولتداری تاجیکان نیروی تازه بخشیدند. از این لحاظ باب 4 کتاب احیای تمدن آریایی و دولتداری اجدادی تاجیکان در عهد تورانی ها نام داشته در نوبت خود 3 فصل را فرا می گیرد. فصل اول به قضیه ایران و توران از عهد باستان تا روزگار ما بخشیده شده به پهلوهای اساطیری، تاریخی، جغرافی و اتنیکی توران و تورانیان روشنی می اندازد. مسئله پیدایش، پهنشوی و مقام آریایی های تورانی در روند دولتداری و تاریخ خلقیت های آسیای مرکزی یکی از پیچیده ترین مشکلات علم تاریخ شناسی می باشد، زیرا سرنوشت اساطیری و تقدیر تاریخی ایرانی ها و تورانی ها، این دو قومی خویشی همریشه و دارای انگیزه های همسان اتنیکی، با وجود عمومیت زبان، قرابت رسم و آیین و دیگر عنصرهای مشترک خلقیت، در کنسپسیای تاریخی همه طرفه روشن نگشته است و به پژوهش تازه نیاز دارد. از بس که هدف نوبتی ما در آینه تاریخ قیاس نمودن برد و باختی 3 دولت تورانی اصلی آریایی بنیاد، پارتها، کوشانیان و هیتاریان بود، خواه و ناخواه قضیه پیچیده ایران و توران را مورد تدقیق قرار دادیم. شنونده های گرامی، شما گفتار 48 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایانی گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.